سلام و درود به کانال ایکس باکس جی ال ام خوش اومدید. امروز اومدیم براتون 10 تا از مکان‌های مخفی خفن ماشین‌های لژندری جی تی ای وی رو نشون بدیم. قبل از همه چیز دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک کنید، اگه هم دوست داشتید کامنت بذارید. انگلیسی باشه چه بهتر. لیتس گو. دوستان بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین مکانمون اینجاست. این ماشین خیلی دیر میاد. اگر دیدین نیستش سر جاش بعد چند بار دور بزنید، 2-3 بار میاد. همین مکانایی که میخوام بگم اگه دیدین نیستن 2-3 بار دور بزنین میاد. فکر نکنین این ماشینایی که آدرساشون رو بهتون دادم اشتباهه. بعد جی تی آی تونم آخرین بروزرسانی باشه تا عین این ماشینا باشه. اگر بروزرسانیاش فرق کنه ماشینای دیگه میاد. الان این سری نیست. من میرم دوباره بیام تا باشه. همین ماشینم از همین جا گرفتم. اینم جاشو بهتون میگم. این هاش یه از اولین ماشین. خب بریم سراغ دومین ماشینمون. بچه‌ها دومین ماشین دقیقاً همینجا میفته. آره بریم سراغش. با همین ماشینایی که گرفتین و پیدا کردین دور بزنین که دور بر من اینا حتی ماشینای بهتری میاد. حالا اسم بچه‌ها داریم میریم سراغ دومین مکان. دوباره رمز نو کردن ماشین و رمز جونه. لیتس گو. شوکم هم یکم خراب شده. اگه نه داشتون رانندگیش خوبه. نزدیک شدیم. اونجا اشتباه زده بودم. اینجا دقیقاً الان بهتون میگم. جای لوکیشن دوم دقیقاً بخوام بگم اینجاست. اینو داخل میریم داخل ببینیم هست برای اولین بار. نه نیست. پایان خوب خدافظ. چقدر کم. الان میرم یه داره ریز میزنم داشت. اوه قدرت دادنی ماشین رو حال کردیم. بعد خودش کاپوتش اومد بالا. خب بچه‌ها لوکیشن دوم اینجا بود. این ماشین قرمزه اینجاست. این صورتی بود، اینم قرمزش. اینو برای یکی رو میخواد دیگه بتونه با این رانندگی کنه. 0 تا 100ش بگم نیم ثانیه است. شما نگاه کنیم. خب بچه‌ها بریم سراغ سومین لوکیشن. اینجاست. دقیقاً ببینیم اینجا. سعی کنید با همین ماشینایی که میگیرین برین که اونا اینجوری بهتر میان. گفتم اگه هم نبودن 1-2 بار 3 بار دور بزنین نهایت انشالله هست.
100% است. حالا اگه شانس بیارین ماشین بتمن هم اینجا هست دیگه. اینجوریه نیازی نیست پول بدین ماشین بخرین، اینا رو حتی میتونین بفروشینشون. حالا اگر سوالی چیزی داشتین از این بازی میتونین ازم بپرسین. این بازی رد یا هر بازی دیگه. اسب وحشیه این، اسب سرخه این. اینجا اگه یادتون باشه یه مرحلهش اینجا بود با اون یارو عکاسه. خدا بیامرز. ببخشید از اینجا خیلی سوسکی میری داخل. حالا اگه بتونید جا یه ماشین تا رو داشتیم نبود کسی. فردا بابا ماشین تو سر راه یک ذره جا ماشین چجوری گذاشته. من یه دور بزنم. خب بچه ها بالاخره سرکلش پیدا شد. این ماشینه چقدر خوشگله. همینو میگم شبیه ماشین بتمنه. پیشم نگاه کنیم صداشو بکنیم. یک سرعتی داره این باز. خب ما مردیم با ماشینه. بریم کم کم سراغ لوکیشن 4. اول سوم. آره این 4. جا لوکیشن 4 دقیقا اینجا میفته. نه What the hell؟ نوادتم ببرم یاشیم. فعلا خدا حافظ. همچین ماشین های بهتره واسه اونا قد تون را میرن که نذاشتی حرفم تموم شه. این اینجا چی کار میکرد؟ در کنده شد افتاد. فکر نکنیم من چیز دستم ها شو که دستم خرابه. دسته میکشه این ور اون ور. اگه نه حاجیتون راننده یا این از زمان ایکس باکس 360 من داشتم. او واسه این ماشین رو نگاه کنین. وقتی ماشین های خفن سوارشین دوره برتون همچین ماشین هایی میاد. دوستش هم پیاده نشد. چی ماشین هایی میاد کیف کنیم. دوستشه پیاده شما بیا بارا تا یکی. این ماشین ها حالت ماشین های توماس شلبیه بود. این اونایی اگر باشه که ما رو اذیت نکنه که نیست و یک دور دیگه بزنم. اینه اینجا اینجا حالا میریم باز میاد. آره یادم اسپان میشه وقتی ماشینای خفن سوارشین دور برتون هم ماشینای خفن اسپان میشه. اگه بازم درست گفته باشم اسپان بود. داره این آمد کله خراب. اینو نگاه کنید چی هست. این ماشین هیچ جای دیگه جی تی آی به غیر از اینجا پیدا نمی‌کنید. برین حالشو ببین. کار رنگ شد زرد قمری و نارنجی. این ماشینا اگه سری سوار نشی نری یکی میاد سوار میشه در میره. سری قبل می‌خواست اینجوری باشه که من نذاشتم بره. حالا بریم برای ماشین 5. حالا بذار اینو نگاه کنید چجوریه. ببخشید.
خیلی ماشین مشتیه، توشو نگاه کنین چه قشنگه، شاهکاره. اینو دیدم فکر کنم 4-5 میلیون دلار هست. موقعی که میخوان ازتون بخرن نمیدونم چند میخرن ولی خب بریم برای ماشین پنجم. بچه ها ماشین پنجم اینجاست، ببینید اینجا دیگه. ولی چیز دیگه بچه ها، اونایی که امتحان کردن براشون اومده حتما تو کامنت ها بنویسن که بقیه بدونن راسته. بوقشو نگاه، بوقشو گوش کنید. خیلی ماشین خفنیه این. این ماشین توماس شلبی از سریال نقاب دارم. خب بچه ها ما رسیدیم. ماشینی که میگفتم اینه. اینم خیلی ماشین کمیابیه. شاسی بلند، لاستیکای داره. این مخصوص بیابونه این ماشین. صدای این ماشین از روی فورد ساختن. چون شرکت راکستار به شرکت‌های ماشین پول نمیده، برای همون خودش مارک خودش رو میسازه. ولی کسایی که میدونن این از روی فورد ساخته شده. دفعه این ماشین پنجم بود. بریم سراغ ماشین ششم. خب ماشین ششم بچه‌ها اینجای مپه. خب بچه‌ها اینم لوکیشن ششم. دقیقاً نگاه کنین اینجای مپه. از اینجا میاد اینجا. Let's go. خب بچه هم آمدیم سر لوکیشن. اینجا چند تا وسیله خفن میتونی ببینی. اولیش این تراکتور است، دومیش این دوچرخه است که اینو فکر کنم نمیشه سوارش. نه، اینجا یه مینی بوس هست که این نیومده، با یه دوچرخه خفنم اینجا هست که یه دور بزنم باز میام ببینیم. این تراکتور احتمال اسپان شدنش خیلی بالاه. من یه دوری با این بزنم برگردم بهتون اونا نشون بدم. خب بچه‌های مینی بوس اومد، دوچرخه هم اومده. این دوچرخه خیلی خفنه. خب بچه‌ها این هم لوکیشن ششم. بریم برای لوکیشن هفتم. خب بچه‌ها رسیدیم سر لوکیشن. اینجا دو تا ماشین هست. این مشکل سوار میشم. بریم برای لوکیشن بعدی. خب بچه‌ها لوکیشن هشتم اینجاست کنار خیابون. بزن بریم، قراره بوگاتی خفنی داشته باشیم. برمیگردیم. خب بچه‌ها اومدیم جای بوگاتی. این ماشین نگاه کنین. همون گفتم دیگه راکستار روی لایسنس های ماشینا پول نمیده، ولی این کوپر بوگاتیه. کسایی که بشناسن میدونن. صداشو حالا اگه آشینش قد شه ببینین.
این ماشین خفنا رو میتونید دونه دونه‌شو بفروشید. حالا باز اگه فروختنشو خواستین تو نظرات بگین، فردا واسهتون ویدیوشو درست کنم. 10 نفر بگن درست میکنم. بریم برای خب رفقا لوکیشن نهم اینجایه. دقیقاً نگاه کنید اینجا. من برم جاش دوباره میام. خب بچه‌ها اومدیم سر لوکیشن. این ماشین رو نگاه کنید چقدر خفنه. رنگ روبره بسا. این ماشین پلیسای بیابونیه. خیلی ماشین خفنی هم هست. بچه‌ها حتما نیست دوباره بگم کسایی که رفتن این لوکیشن ها رو نگاه کردن دیدن هست واقعیه، حتما 100% تو رو خدا به بقیه بگین که بدونن راسته، اونا هم نگاه کنن. لایک کنید، دنبال کنید، خیلی من به حمایتتون نیاز دارم. ممنونم. بریم برای آخرین لوکیشن. بچه ما رسیدیم. ماشین اینه. یه لوکیشن دیگه هم بهتون نشون میدم چون این تکراری بود. بیایم اینجا موتور چهارچرخه. اگه دوست دارین ببینین که ویدیو رو ادامه بدین، اگه نه هم که نه. فقط سابسکرایب هم کنین و لایک بزنین، دنبال کنین. دوستان فقط یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک رو بزنید، دوست داشتن کامنت بذارید. انگلیسی باشه چه بهتر. من برم که این موتور چهارچرخه رو اگه دوست دارین بهتون نشون بدم، اگه هم نه که لایک ها رو بزنید، ساب کنین تا ان شاءالله ویدیو بعد. زنگوله رو حتما بزنید که ما از این بعد حمایت بشم، رویم خوب بشه، حتما هستم. چون من خیلی آدم بودیم، اگر حمایت بشم، ساپورت بشم، حتما هستم. کانال من 2-3 نفر فقط دنبال کننده داره. ان شاءالله بریم واسه 1000 تایی با امید خدا. من قطع میکنم رسیدم اونجا، نگاه کنیم. رفقا ما رسیدیم بالای تپه ایم، بریم همین پایین. ان شاءالله هم پایین. سرتون رو به درد نمیارم. اینهاش اینجا. کانال ایکس باکس GLM خیلی به حمایت شما نیاز داره دوستان. حتما ما رو حمایت کنید. ممنونم. خداحافظ.